همه چی از تولد یه پسر لاغر در دل فقر شروع شد. با فقر بزرگ شد، ولی تو نگاهش چیزی بود که کسی نمیفهمید، چیزی که دنیا بعدها به اسم نبوغ شناخت. 17 ساله بود اما ترسی نداشت. در فینال جام جهانی 1958 سوئد با این پاس پشت پا و این ضربه سر استادانه به صورت جاخالی راه پادشاهی خودش رو آغاز کرد و بعد این کنترل سینه و این گل، دریبل سرپا، چرخش و والی که هنوز هم بعد از دهه‌ها یکی از زیباترین گل‌های تاریخ فوتبال به حساب میاد. در همان 17 سالگی پسری که دنیا رو شوکه کرد. اما پله فقط گلزن نبود، اون مخترع فوتبال مدرن بود. اولین کسی که با بیرون پا ضربه کاشته گل می‌کرد و دریبل دو طرفه می‌زد. دریبل با روی پا، پاس پشت پا و انواع و اقسام دریبل‌های مختلف. هر حرکتش یه درس بود و هر لمسش یه ایده تازه. سوم جهان رو تسخیر کرد و برای میلیون‌ها نفر لبخندش تبدیل به امید شد. هیچ کس این گونه تاریخ رو نساخته. 3 جام جهانی در دستان یه نفر، 3 تاج جاودانگی. سالها بعد وقتی فیفا توپ طلای افتخاری رو بهش داد، دنیا فهمید که بعضی قهرمان‌ها از زمان هم بزرگترند. و حالا این لبخندی که تاریخ فوتبال رو ساخت.